ترس از ترک کهنه‌ها تهدیدی جدی برای مدیریت و مانعی بزرگ در راه خلاقیت و نوآوری است. همانطور که انباری خانه‌های ما با این تفکر که شاید روزی به کار آید پر از وسایلی شده است که هرگز به کارمون نمیاد، بسیاری از مدیران ما نیز به افکار و عقاید و تعصبات و باورها و پیش‌فرض‌ها و راهکارهای کهنه و قدیمی چسبیدند که دیگر راهگشا نیستند. این مدیران در نو کردن خود ناکام ماندند و شهامت رهایی از شر این کهنه‌ها رو ندارند. امروزه با رشد سریع دانش و اطلاعات روند کهنگی شتاب گرفته است. بیش از پیش این روند شتاب گرفته. تکنولوژی در حال نو شدن و علم لحظه به لحظه در حال بازآفرینی خودش. باورها و پیش‌فرض‌ها و عقاید دیروز به سرعت در حال نقض شدن است. و نسل نو، نسلی با باورها و ارزش‌ها و اعتقاداتی متفاوت با ما در آستانه ورود به بازار کار قرار گرفته. و از طرفی هوش مصنوعی در حال رشد و تکامل و تبدیل شدن به یکی از پیش نیازهای زندگی روزمره و دنیای آینده ماست. بنابراین باید پذیرفت که راه‌حل‌های دیروز قادر به حل مسائل امروزی نیستند. و افکار کهنه و پوسیده دیروز پاسخی برای چالش‌های علمی و پیچیده امروزی نخواهند داشت. و سبک‌های فعلی مدیریت در هدایت و انگیزش نسل پرسشگر و نوطلب امروزی ناکام خواهد. پس زمان آن رسیده است که قید و بند تعصب و دلبستگی به کهنه‌ها رو از خودمون باز کنیم و با شهامت و شجاعت با تغییر همراه بشیم و بدانیم که امروزه شهامت رها کردن کهنه‌ها ضامن بقا و توسعه و پیشرفت سازمان است. به قول پیتر دروکر، اگر مدیران نتوانند از شر کهنه‌ها و گذشته‌ای که دیگر بارور نیست خلاص شوند، هرگز قادر به ساختن آینده‌ای روشن و پربار برای سازمانشون نخواهند. و از طرفی سازمان‌هایی که نتوانند و یا نخواهند به صورت آگاهانه و نظاممند روش‌ها و راهکارهای گذشته‌شون رو کنار بذارن، در دام حوادث گرفتار خواهند شد و منابعشون رو صرف کارهایی خواهند کرد که هرگز نیازی به انجام دادنشون نیست.